دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب 4 دختر، زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه بودند. زینب اولین ثمره ازدواج حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با خدیجه رضی الله عنها بود. او در کنار پدر و مادر در خانه‌ای که ملائک آن را حفظ نموده فضای پر از صفای و صمیمیت داشت پرورش یافت. در آوان جوانی او با پسر خالش ابوالعاص ابن ربیع خانه‌دار شد. ابوالعاص به امانتداری معروف بود. از این را او را امین یعنی باوریناک می گفتند. زینب در تقوای و راستگویی و ابوالعاص در اخلاص و محبت نمونه بودند. وقتی به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وحی نازل شد، مردم مکه به مخالفت ایشان برخاستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه خانواده‌شان به مدینه منوره به یثرب هجرت کردند. زینب در مکه همراه ابوالعاص ماند. در جنگ بدر ابوالعاص که از طرف مشرکان می جنگید اسیر مسلمانان شد. زینب قدر پول و گردنبند خود را به مدینه فرستاد تا به عوض آن ابوالعاص را آزاد کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم از ابوالعاص عهد و پیمان گرفتند که به مکه رفته زینب را سلامت به مدینه فرستد، زیرا نکاح زن مسلمان به یک بت پرست جایز نیست. کنانه برادر ابوالعاص زینب را به مدینه آورد. بعد 6 سال ابوالعاص مسلمان شده از نو با زینب ازدواج کرد. زینب در سال 8 هجری به رحمت حق پیوست. رقیه و ام کلثوم را ابولهب با 2 پسرش کلین کرده بود. وقتی اعلان پیغمبری حضرت محمد را صلی الله علیه و سلم را شنید، پسرانش را فرمود تا دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم را طلاق دهد. حضرت عثمان رضی الله عنه رقیه را خواستگاری کردند. هنگام هجرت به حبشه هر دو همراه بودند. وقتی به یثرب آمدند، پسرشان عبدالله 16 ساله ناگهان وفات کرد. از این غم رقیه بیمار گشته در آن ایامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بدر با مشرکان می جنگیدند در بستر بیماری وفات کرد. بعد وفات رقیه عثمان رضی الله عنه به خواستگاری ام کلثوم رفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم با این ازدواج مبارک موافقت نمود، از بس که حضرت عثمان رضی الله عنه 2 دختر رسول الله را صلی الله علیه و سلم را به نکاح خود درآورده بودند. ایشان را ذی النورین صاحب 2 نور لقب دادند. یکی از صبحگاهان هنگامی که بلال رضی الله عنه از آن صبح را می گفت، ام کلثوم به بالین مرگ افتاد. فاطمه دختر خردی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می باشند. بعد بزرگ شدن حضرت علی ابن ابو طالب با آن کس خانه‌دار شدند. پس از چند ماه وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فاطمه رضی الله عنها به رحمت حق پیوستند. همه دختران محمد صلی الله علیه و سلم از زوجهشان خدیجه به دنیا آمده بودند.